با عرض سلام بینندگان عزیز و گرامی، در برنامه امروز صحبت اطراف ظلم و شکنجه و حکم‌های طولانی علیه بازداشت‌شده‌های حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می‌رود. امروز در برنامه ما دو نفر از پسران اعضای ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، پسر رحمت الله رجب، شهرت رحمت الله فضول دارند و اینچنین پسر سید عمر حسینی، محمد اقبال حسینی در اینجا حضور دارند. هر دوی شما را برادران گرامی به برنامه ما خیر مقدم میگویم. اولا تعزیه خود را به شما و خانواده شما ابراز می‌دارم. سوال اول، پدران شما را حکم ابد تهدید می‌کند. برای یک پسر تا ابد محکوم شدن پدرش خیلی یک درد وزبین است. شما الان چه احساساتی دارید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. چنانه که گفتین، امروزها نه فقط عائله ها یا فرزندان اعضای عالی ریاست حزب نهضت اسلامی زیر فشار هستند، بلکه تقریبا همه آن آزاداندیشان، آن آزادی خواهانی که در کشور وجود دارند زیر فشار و تهدید هستند و این درخواست هایی که روزهای اخیر از طرف دادستان کل کشور برای حبس ابدی 5 نفر اعضایان ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از دادگاه عالی درخواست کرده شده است. به نظر من این یک حکمی خیلی هم ظالمانه و غیر عادلانه در حق همین برادرانی که برای آنها حکم طلب شده است می باشد. پدر من هم که معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود، معاون اول سید عمر حسینی، یکی از همین 5 نفری که برای آنها حکم اعدام طلب شده است می باشد. احساس من راستی همچون یک فرزند، یعنی برایم خیلی دشوار است که پدر را مدتی طولانی دیگر دیده نمیتوانم. تا حالا تقریبا 9 ماه شده است که از او فقط خبر داریم، ولی او را کسی هم چند بار اعضای عائله به دیدارش رفتن دیدن، لکن دیگه از سلامتی او چه خیلی است، در کدام وضعی بود و باش هست، خب رفتی سود چه خیلی میگذرد، رفتی تفتیشات به چه حال است، هیچی خبر نداریم. چون که حکومت این مثلا نمی قضیه آنها رو مهر مخفی کرده است، دسترسی به خبرها و به رفتی سودی هیچ پیدا کرده نمیشه. یعنی همه این پشت پرده ها میگذره؟ بله، پشت پرده های درهای بسته گذاشته است. خب برای ما هم سخت است، لکن اول این چیز رو من خودم نمیخواهم که فقط در عائله خود ما یعنی محدود کنیم. چون که پدری من بجز اینکه یک پدر باشد برای یک عائله، او یک معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود که 40,000 اعضا داشت. خب تقریبا مرحله 5 سال اخیر وکیل پارلمان بود. یعنی حبس او برای همه اعضای حزب نهضت اسلامی، برای قشری که او را برای پارلمان انتخاب کردن، برای وکیلی در پارلمان انتخاب کردن دشوار می باشد.
من میخوام در اینجا یک چند چیز برای یعنی که از برای معرفی همین برادرانی، نه فقط پدرم بلکه همه برادرانی که در اعضای عالی حزب نهضت اسلامی باشند، یک میگیم که یک معرفیشون کنم. اگر برای چی آنها را به این سود آوردن، برای چی میخوان آنها را زندانی کنند به این حکم های طولانی که ما باوری دارم که 100% همون حکم اجرا می شود. پدران ما از همون دوره های جوانی که داشتن در راه مبارزه برای وطن، پیش از استقلالیت هم که باشه، آنها در فکر استقلالیت وطن بودن. اون زمان که فقط یک حزب رسمی در تمام جمهوری شوروی وجود داشت، حزب کمونیست، لکن در مقابل آنها حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گرچند که غیر رسمی بود لکن فعالیت داشت. هدف فعالیت آنها، هدف اساسیشون خب به استقلال رسیدن کشور و نگاه داشتن ارزش و فرهنگ و دین و ملت تاجیک بود. برای آن مبارزه کردند و الحمدلله که تاجیکستان به استقلال رسید. خب بعد از جنگ شهروندی هم آمدن با حکومت یک دست شدن، برای آبادی همین وطن، برای پیشرفت همین وطن یک جای کار کردن. همه اعضایی که حاضی حبس ابد آنها را تهدید میکند، همه آنها در همین صلحی که تاجیکستان با مخالفین داشت سهم‌های بسیار کلان گذاشتند و از خود گذشتگی‌های زیاد کردند که ما یعنی تاجیکستان به همین پیشرفتی حاضره، پیشرفتی کمی هم که باشه به همین جا رسیدیم. و الا اگر آنها که با صلح نمی آمدن، با بگیم که موافقه نمی آمدن، وضع تاجیکستان به این مثلا خوبی نبود. سوالی مذکور رو میخواستم که با برادر شورجان نیز بدیم که شما رو چه احساسات فراگیر است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به هموطنان عزیزم، به بینندگان عزیز. واقعا برای یک فرزند شنیدن چنین یک خبر بسیار یک درد است که گفتنش بسیار مشکل است. هر کسی که پدر دارد، مادر دارد، زیرا پدر مادر یک گوهر نایاب هستند، برای فرزند یک دولت است خودی پدر مادر. به این حکم دادگاهی که الان در رسانه ها و عموما در شبکه های اجتماعی، عموما در میان مردم پخش شده است، شنیدن این خبر برای من بسیار دردناک است. بسیار یک حسیاتی غمگین است واقعا. ببینید که پدر من 9 ماه است در زندان. 9 ماه در زندان. یگان دلیل قاطع و یگان دلیل منطقی تا به حال اثبات نشده است که جرم آنها چیست، چی گناهی کرده باشند. آیا به ملت خیانت کرده باشند؟ آیا مردم را حقشان را خورده باشند؟ یا اینکه به مردم برق نداده باشند؟ یا اینکه به جوانان، به مردم تاجیکستان جای کار تامین نکرده باشند؟ پدر من یک اعضای عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، یک حزبی که حاکمیت در دستش نیست. واقعا این درد را برای یک فرزند گفتن مشکل است.
این یک مصیبت است. شما تصور کنید پدر رو حکم ابد، یعنی ما از پدر، از دیداری پدر، از دیداری روی پدر محروم میشویم. خیلی که برادری ما هم قید کردن از یکی از خدمت هایی که پدران ما برای ملت تاجیک کردن. تنها پدری من شخصا در فکر آزادی مردمش بود، در فکر بهبودی وطنش بود. دائما تلاش میکردن که برای ملت، برای وطن، برای مردم خدمت کنن. ولی متاسفانه از این شنیدن خبری ناخوش بنده یک چیز رو گفتنیم. حکمی که دادستانی پیشنهاد کرده است، فرض کردیم همین حکم برای رستم امامعلی اگر این خبر رو میدادن، یا اینکه به فرزندی یتیمش میدادن چون این یک خبری اگر میشنیدن، یا اینکه چون این یک خبر رو پسری رمضان رحیمزاده و آنانی که و آن سودیهایی که در دادستانی امروز یک چنین حکم ناعادلانه، حکم ظالمانه رو پیشنهاد کردن، فرض کنن که برای فرزندانشون چنین یک حکم ظالمانه رو پیشنهاد کنن. ولی متاسفانه من دیگر در این سوالی داده‌تان واقعا یک احساس درد، احساس غم رو میکنم. تشکر زیاد برادر گرامی. برای تمام محبوسان صبر جمیل از درگاه خداوند تمنا داریم و خداوند آنها را هر چه زودتر آزاد گرداند. سوال زیرین رو نیز به شما برادر محمد اقبال دادنی هستم که دلیل ها نشان میدهند که تا حال کم کسانی هستند که به این همه شکنجه های مقامات امنیتی تاب میارند، ولی اکثرا ما پی میبریم که بسیاری از نفران با یک لحن شوخی هم میگویند که اگر با داخلی مقامات امنیت کش بودی، یعنی که حتی کشتن لنین رو میگویند، بعضی شوخی هم میکنند، به گردن میگیرند. ولی شما چی امیل رو میبینید که این همه شکنجه هایی که نهایت سنگین هستند، چون که خبر رو میبینیم، چی با امیل است که چی سبب شده میتواند که یک نفر بتواند که این همه ایستادگری رو کنه؟ درست قید کردین که تقریبا همه اعضای ریاست عالی حزب نهضت اسلامی و دیگر اعضایان حزب نهضت اسلامی در داخل زیتون زیر فشار روانی و جسمانی هستند. مقامات این چیز را اصلا میگن که چنین چیزی نشده است و شکنجه صورت نگرفته است، لکن همین خبر که خودی پدر من هم قبل از، یعنی در هنگام بازداشت او را از همون بعد از اینکه درخواستی یا که طلب مقامات را رد کرده است برای وظیفه و پست و منصب و پول و مال، وقتی که رد میکند او را یعنی در همون حالت زده و میگیرن به کمیته امنیت میبرن، یعنی به همون حبس خانه موقتی یا که سیزا میگن، به همونجا میبرن. تا حالا هم در مثلا در مرافعه اخیرینی آنها در دادگاه، آنها همگی خود را از تمام همه این تهمت ها یعنی که رد کردن، همه این تهمت ها را خود را عیبدار نشماریدند و گفتند که همه اینها تهمتی بیش نیست. من فکر میکنم که سری همه مقاومت آنها در شعاری هسته که پیش از این حزب نهضت اسلامی برای خود در انتخابات 2010 گذاشته بود. ما وقتی به همون شعار نظر میکنیم، تمام همین مثلا چیزها را در بر میگیرد، تمام سیر و اسراری که یک انسان میتواند برای او جانش را بدهد در همون شعار وجود دارد. ایمان به خدا، صداقت به وطن، خدمت به مردم. اگر کسی صدقاً با باوری کامل
به همین شعار ایمان داشته باشد، دیگر یعنی که ایمانی به خدا برای او ارزش داشته باشد، صداقت به وطن خود برای او ارزش داشته باشد، خدمت کردن به مردم خود ارزش داشته باشد، پس در مقابل این همه شکنجه و این همه ظلم به آسانی میتونه که مقاومت کند، چون که آنها به خدا ایمان دارند. خداوند گفت است که در راه اگر به من ایمان می آورید در این دنیا، خب از این ظلم و شکنجه و اینها وجود دارد. پس خیلی هم آسان زیر ظلم و شکنجه به امید اینکه خداوند وعده پیروزی را داده است تاب آورده می شود. درست قید کردید و یک چیز در ذهن من آمد. بعضا وقت پدرم رو یاد میکنم، از همون صحیفه فیسبوکیش یک عکسی هست که در آنجا یک نفر فقیر در راه آهن نشسته است و خوراکای پسمانده ای از پرتوگاه رو میخورد و در زیرش نوشته شده است که من به همه درد، به همه رنج و عذاب تاب می آورم، زیرا من الله دارم. بله درست گفتید. برای همین یعنی که سری مقاومت یا استواری برادران ما در داخل زندان همین است که آنها واقعا با ایمانی به خدا و صداقت به وطن خود ایمان دارند، ایمان حقیقی دارند. اگر آنها فرض میکردیم که آنها ایمان به همین ایمانی به خدا وقتی نباشد، صداقت در خدمت مردم و به وطن نباشد، پیش از این که خب مثلا وضع پدر من را بگیریم، پیش از زندان بودن آنها با او یعنی پیشنهادی منصب و پول و جاه شده. خب اگر وضعیتی حاضر را بگیم، هر انسان میتونه که همون چیزا قبول کنه، رای آسان، پول، مال، زندگی. لکن در پول، مال، زندگی، در منصب ایمانی به خدا ممکن است که نباشد. از پول، مال، منصب خدمت به مردم کردن نتونی، خدمت به وطن و جامعه کردن نتونی. یعنی این همه جاه و منصب و آن همه چیزی که به پدر شما وعده شد در عوضی چی کاری بود؟ در عوضی که یعنی در عوضی همین که از همین راهی که پیش گرفته است، یعنی از حزب نهضت اسلامی و علنا اعلان کردن و بستن حزب نهضت اسلامی و یعنی کارنشایان بودن حزب نهضت اسلامی رو در تلویزیون برآمد کند و یعنی طلب کند که من از حزب نهضت اسلامی خارج شدم و این حزب برای جامعه تاجیکستان فایده آور نیست. برای همین همون پیشنهادها برای همین قصد که از حزب خارج میشدن، چون که حزب در حقیقت از شعارهای حزب میبینیم، از آدمان حزب میبینیم، از استواری همین برادرانمون در زندان هستن میبینیم، واقعا آنها میخواهند که به همین وطن و به همین ملت خدمت کنند. برای همین نمیخواهند همه شکنجه را تحمل کردن تا که سبب شود برای خدمت به همین مردم خود. ببخشید، شما درباره شعارهای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ذکر کردید. هم یک شعاری بسیار شعار خوب داشت که ما برای تاجیکستان و تاجیکستان برای همه. واقعا همین شعار بسیار در ذهن من جای گرفتگی بود که من امید داشتم که انشاءالله روز به این آرزو میرسیم. ولی متاسفانه الان در فکر بنده، در ذهن بنده، تاجیکستان یک نمود است برای من شخصا. همین شعار را برعکس میگردونیم. ما برای تاجیکستان، ولی تاجیکستان برای یک خانواده. در ذهن من بعد که این حکمی که ظالمانه برای پدر من و برای اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و برای عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان
пешниҳод кардан, воқеан банда дигар чунин як тасаввур дорам. خدا کند که روزی به این همه آرزوهایتان برسید و به آن همه شعارهایی که آرمان یک قشری از جامعه گشته است، نه همه، این چنان شما ذکر کردین، از این روندی واقعهای اخیر پیداست که نه همه به این شعارها راضی هستند، نه همه میخواهند که تاجیکستان مال همه باشد. خب سوال بعدی این است که فشار نه تنها در خانواده محبوسین سیاسی است، حتی در خانواده تمام نفران آزاداندیش و تمام نفرانی که علیه رژیم اقدام کردند و حتی سخن کردند و حتی ما میشنویم که برای یک کلاس یا لایک یا چیزی گذاشتن در شبکه‌های اجتماعی میبینیم که نفران و شهروندان و برادران عزیز ما رو میبرند پس زندان یا فشار و تعقیب و دیگر چیزا میکنند. و خواستم بفهمم که عین حال عائله شما، خانواده شما در کدام حال قرار دارد؟ اگر فکر کنیم این حکومت خودکامه نه تنها پدری مرا زندانی کردند، بلکه یک خانواده ما را اسیر گرفتند. سبب کم فعال بودنم همین است دیگر. من الان گفته نمیتوانم که روحیه خانواده ما در چه حالت قرار دارد. حتی بعضا وقت میخوام تماس با خانواده گیرم، از احوال اونها پرسان کنم، به من حتی جواب نمیدین. من بعضی خبرها رو واقعا از برادران دور و نزدیکم میشنوم، ولی متاسفانه که امروز نه تنها من فکر میکنم نه تنها اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یا اینکه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در زندان است، بلکه من فکر میکنم که تمام مردم، تمام ملت تاجیک در چنین حال و در چنین وضعیت قرار دارند. تشکر زیاد برادر گرامی. عین سوال رو میخوام به شما نیز بدهم که خانواده شما در کدام حال قرار دارد؟ بله درست است، آنها هم بسیار در وضع سخت قرار دارند، در وضعیتی وزبین، چون که پدرم نیست و بسیار آنها هم دسترسی کم به یعنی به پدرم هم که دارن، از آنها خبر ندارن، از پدرم خبر ندارن زیاد. حالا مدتی چند ماه هست که یعنی قبل از شروع همین دادگاه و یا رفتی تفتیش دیگر با آنها هیچ واخوری هم نداشتن، ندیدن در چی وضعیت است، در چی حالت است. خب این بوده یعنی که یعنی آدم رو یا یک عائله رو زیر یک فشار معنوی قرار میدهد. فشار جسمی یعنی که فشارها در شکل‌های گوناگون صورت نگرفتن، فقط تنها فشار روانی. فشارهای دیگر نوع هم بود قبلا، حالا الحمدلله کمتر هست بالای خانواده، لیکن دفعه قبل مادرم رو با برادرم چند بار به همون کمیته امنیت میبرند، باز سوال جواب چند بار، برای که من دفعه قبل در شبکه‌های اجتماعی کمتر فعال بودم. خب چند مصاحبه با رسانه‌های داخل کشور با از یک مصاحبه کوتاه کردیم. خودی همون فردا مادرم رو قطعی برادرم بردن، قریب چند ساعت در کمیته امنیت ملی قرار داشتن. دیگر در او داخل چی میگذرد به هیچ کس نامعلوم. خواهش برادر و مادرم همین است که از همین راه، از مبارزه یا از صدا بلند کردن، از مبارزه یا از صدا بلند کردن دست بکشین، در شبکه‌های اجتماعی فعال نباشین، خاموش باشین تا که به ما ضرری نرسد. واقعا این جای اندوه است که وقتی که یک مصیبت رو به سر این همه خانواده ها و بقیشی از جامعه بار میکنند و علاوه بر این از تو طلب میکنند و فشار میارند که صدا بر ندار.
عموما آواز بلند نکن. یعنی بیماری رو اگر کجایش درک کند یا که بیمار باشد حتما نالیش میکند، ولی امروز تمام این خانواده ها رو، تمام نفرانی که پیوندانشون رو بالایش ظلم میکنند، بالایش این همه ضرری معنوی و جسمانی و تمامی بگیم که چندین عائله ها رو هم مقصد بگیم که ویرانه کردن، ولی بالای این همه میگن که خاموش باش. واقعا اینجا یک مصیبت ملی هم بگویم میشود. خب سوال آخرین من چنین است که هر دوی شما در مصاحبه در سامانه پیام نت اظهار داشتید که ما راه انتخاب کرده پدرمون رو حتما دوام میدهیم. یعنی در کدام شکل شما میخواهید که این راه رو دوام بدهید؟ یعنی که چی کارهایی رو شما در نقشه و برنامه هایتون دارید؟ تشکر برادر عزیز. من یک چیز رو همینجا قید کردنیم که امروز حکومت جمهوری تاجیکستان بخصوص یک گروه میخواهند که پدر ما رو و استادان گرامی ما رو، عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رو تهمت به آن زنند که واقعا گویا خیانتکار باشند. ولی من نمیفهمم که چی خیانت کرده باشند. آیا برق مردم رو دزدیده باشند، فروخته باشند، یا زمین تاجیکستان رو فروخته باشند، یا ملت رو حقشان رو خورده باشند، یا کارخانه های دولتی رو شخصی کرده باشند، یا کارخانه های دولتی رو خانگی کرده باشند. واقعا من در اینجا یگان خیانتی نمیبینم که پدرای ما یگان خیانت کرده باشند. من از مبارزه‌ای که پدران، بزرگان ما، استادان ما برده اند دست نمیکشم و مبارزه‌شان رو دوام میدهم. بگذار که من شاید نتوانم تا حد آنها یک مبارزه داشته باشم، تا حد آنها حرکت داشته باشم، ولی امروز ملت بیدار شده است. هزارها شهرت رحمت الله دارد، هزارها محمد اقبال حسینی دارد، هزارها جوانانی دارد که انشاءالله من فکر میکنم که این مبارزه رو چی بدونی نهضت چی غیر نهضت مبارزهشان رو دوام خواهند داد. سلامت باشید. من هم خیلی که برادر عزیزم شورا جان قید کرد، واقعا با تهمت هایی که حکومت جمهوری تاجیکستان بالای همه اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان زده است هیچ باور ندارم، چون که بزرگان ما اعضای ریاست عالی حزب نهضت اسلامی و خودی پدری من هیچ وقت در فکر خیانت کردن به وطن خود، به ملت خود، به دین خود نبودند، چون که معتقدم که آنها همیشه در فکر خدمت به این مردم، به این وطن بودند. و الا چرا آنها را در پشت درهای بسته، بدون خبرنگاران، بدون یک ادوکت های مستقل، بدون یگان پیوندان هم راه نمیتهند در این محاکمه ها؟ اگر یک چنین چیزی با گفته حکومت راست باشد و آنها خیانتکار باشند، چرا این سودها آشکار در پیش همه مردم؟ آنها اگر خیانت کرده باشند با تمام تاجیکستانیان خیانت کردند. اگر خیانت کرده باشند چرا آنها را مثلا در باید که در اگر خیانت میکردن در تلویزیون دولتی یا حداقل خبرنگارا باید در مرافعات شرکت کنند، لکن این خیلی نشده است. به همین سبب من یعنی باوری دارم که من شخصا فرزند سید عمر حسینی برای که پدرم رفته است با همون راه قوی‌تر، خوبتر انشاءالله میریم، چون که این راه من باوری کامل دارم که این راه خدا، راه تاجیکستان، راه آزادی تاجیکستان از این ظالمان است، راه خلاصی مردم تاجیک از دست این حکومتداران ظالم است. اینک ما
با آخر برنامه رسیدیم. این بود برنامه بیداری جوانان با مهمونی برادران شهرت رحمت الله و محمد اقبال حسینی. خوش آمدید برادران.